خب ایف پارت دو. پارت اول گپ کنیم خود اصلا ایف چیه، در مورد خود ایف ما گپ کنیم. بعد که ما پکیجی که گوتن ناس که اپ ستینگ اونا کلو گوتنی. حالا دخوازنی شروع کنی توش تک بینین جور. خب ساک ایف بینین جور اوله تو که دی بی سه تک معرفی کنی. در واقع دی بی اول دی بی کانتنت تک معرفی کنی. دو کانتنت چیه؟ پر وارد بیانم. تو حتما یک کلاس های بنویسی، از کلاس از دی بی کانتنت گرس برک ویژه ثابته. خب و تا ارسپری هاکویژن اسپریج مفاهیم ویدیو جدا در مورد او پی گپ کنید، در مورد اسپریج گپ تک. خب سازنده جی کانسترکتور جی ایجاد کنید. کانسترکتور چیه؟ متد که اول کلاس اوی نمونه چکی اجرا. اولین متد چه؟ اجرا. پس بنا ثابته. فقط ویان اشاره که کیم کی. خب ویا جالب گپ تکم چیه؟ پس دی بی کانتنت چک. اورته پروگرام فایل گوتون ستینگ قبل از اپلیکیشن ورژن. اوی انده جن آقا توش تاب اضافه کنی به اسم سرویسی خ. از دی بی ست خ اضافه کنی. این دی بی ست خ اضافه کنی. جن حاضر دیتابیس اسکی سرور واسه به خب اوکی است. به چه کانکشن استنی؟ اوی انده جن هر اوته اپ ستینگ اوته اپ ستینگ قسمت کانکشن استنی قسمت چه پیدا که و توا کانکشن استنی. خواجه گپ کنیم. از این جدول چک کنید. جدولی که در حاضر نویانده چک کنید. به جدول گه اویانده پس اوت سی شارپ هم خود سی شارپ تو گودن نیستنده. کلاس یک دانستنی درسته؟ و کلاس در اورت دی بی کانتنت مشخص کنید. من جدول اول کلاسی خاطر کنم. من تو تقریبا بستیدن. مثلا گفتم فیلتر خواستم آیدی نیم خه و فامیلی خه. دو هر فیلد که وقت مشخصه کالم اگر دارت دیتابیس فیلد من کالم کد دیتابیس ما هر فیلدی که چیار کنی خب هر فیلدی که در واقع چیار کنی افشار که اول تنظیمات دیتابیسی خیلی مشخص کنی. مثلا نالیبل بو مثلا واسه استرینگ هم مثلا انورکر انورکر چند با ما مثلا خاصه انورکر 100. خب اوی اندازی اورتی بی قسمتاجی تو دی بی کانتکسی خا مشخص نگو و کلاسا استودنت که گوتنی در واقع یه تیبله ها کنسی دی بی ست ناوی کلاس مکا با تیبل من نو انیسنی و گیت ستی انیسنی واجی که دنیا ودین استودنی فخما باز دی بی ست دوانه و نوی از جنریشن گپ دکنی نوای سوی دوانه استفاده کنم در واقع چک. خب ما بیان دو تا جدول خاص کنیم. خدا به جدول استودنت اینفو گپ کنیم. استودنت اینفو لیست جدول مشخص کنم. در واقع ما استودنت خانه استودنت اینفو حالا خواستم ریلیشن و به ارتباط خ در واقع چه ارتباط خ فارنکی هبند انیسم در واقع استودنت نوی جدولی که خواستم و پی ارتباط خبری جنبه انیسم و ارتباط یک به یک کردم مثلا خواستم یک به چند و جشن آی کالکشن مدل دنه بنویس. خب ما ویاجی مشخص کنیم. خب دو رخ یا اعمال کنم. ما اسکیما چک کنیم. آدم اسکیما اضافه کنم یا هرم اسکریپت آدم دی بی در اضافه کنم یا از اشاره کنم توی چیه هستن مایگریشن. و توی مایگریشن چه کنم کد دانیسه قابل فهم ساخه خود ایف بعد متناسب با کد ارا تبدیل به کدمه کدا تبدیل به دستور تی اس کل که. خب من چون مایگریشن قبلا نویسین اینجا را آغازم مثلا فیل جدید اضافه کنم بس مثلا چه اسم فهمی مثلا اورتویان استیدی فوکس اضافه کنم بس من دی مثلا خب مثلا فیل جدید اضافه کنم که خب اوی انده اورتوی
package manage console اویندا add migration که بخونم add migration لغم ناوک دادم add column یا که بخونم و migration check migration کدا check کنار هر پوشه هر دو پروژه من پوشه یک چه هست و migration اوتی انده حالا پیام حالا چک اپ ها همین انیسن در واقع این که ببینید چجوری اوتی بندا اوتی بیانده مثلا اوتی قسمت پکیجز تا که بندا migration قبلا چکنیم بیانده ها و دخوازن بینید و add migration دستوری دانستی و نوازی دانستی که نواز مترسته با بیه چک تا که بس با ناویگ نیستین چکر از زمان نیستی که قابل تبدیل بود زمانی که خدا فقط فهم کرد بود اد کلمه خواستی بکی فیلا وی تیبل ها در واقع من وی دیتا تایپی تجربه بود نالیبل مقدار و ثابت خیلی اونا کله بعد متناسب با ویان الان نیستنی اعلا دیتابیس فام نکرم من اضافه کنی گره آپدیت حتما بنیستم که آپدیت دیوی بنیستم که بیان با فام که فیلد من ایمار که و ریه که از عمله چه تغییر اسکیما از اسکیما تغییر دادم یا اگر اسکریپتی خب بجم دی بی ایس هم اضافه بکن یا اخذی به ارتبیا مایگریشن اضافه دیتابیس ها کدا فام دکن و چه توشته ایمار که چه ریمال نکریم جدول اخیر ارتی جدول ورژن دو اگر متناسب ورژن فام دکن الان چه تغییرات ایمار که چه تغییرات ایمار نکریم ولی اخنه دیتابیس ارتی دیتابیس انجام ده و پس متناسب دکن و متناسب با وی دسترگ نیستیم اخر دسترگ اسکیل چه دکن و اجرا دکن تا که با تی اسکیل مایده تا که با تی اسکیل کتی هر جدول استودنت بی کالما اضافه که دیتا تایپی مجموعه نالبلو ifade ولی مجی پس مشخص که تا که با در واقع کده مایه در واقع آتیه یا اضافه که متناسب با میگریشنی که گوتنیم کدا اضافه کریم خب پس ما بی پارتاج گپ کنیم که چرا در واقع کلان دی بی کانتکست چه کنیم در واقع تیبل اضافه کنیم مایگریشن کنیم آپدیت کنیم ویدیو بعدی انشاءالله نخوزم اد آپدیت دیلیت و چیه ویژی انجام بدم